وقتتون بخیر. دولت ایران در برهه بسیار حساس تاریخی قصد دارد که فاز دیگری از حاکمیت خود را به نمایش بگذارد. ما ساکنان این سرزمین از اینجا رانده از آنجا مانده، بیخبر از همه جا، محصور و محاصره در واقعیت موجود، در برهه‌ای از زمان، در سرزمینی که همه چیزش از قبل آماده شده بود به دنیا آمدیم و گذاری را که امروزه در جامعه ما طی میشه رو تعقیب نکردیم و نمیدانیم چه اتفاقی در سرزمین ما افتاده است. به تعبیری انگاری ما وارثان یک ثروت عظیم هستیم که بیگانگانی آمده اند و در دوران طفولیت حقیقت ما را از ما پنهان کردند، ثروت پدری را صاحب شدند و ما را به عنوان غلامان و بردگان به کار کشیدند. ما نه خبر از تبار خود داریم، نه خبر از ثروت خود و نه خبر از مالکیت خود. به همین خاطر در این سرزمینی که ما زندگی می‌کنیم ما شاهد نبودیم کسانی واقعیات حقیقی این مردمان را طرح بکنند و برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در این سرزمین اتفاق افتاده رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدن. ارسطو در مرکز آموزشی خودش به نام لیسه شاگردان خودش رو وادار می‌کرد به مشاهده کردن و اونها رو وادار می‌کرد که مشاهدات خودشون رو بنویسند. به هر کسی کاری رو می‌سپرد، از جانورشناسی، زیست شناسی، نجوم، شاگردان رو وادار به مشاهده می‌کرد. آنچه که در سرزمین ما رخت بربسته است مشاهده کردن است. ما اموراتی را که در کنار ما هستند نادیده میگیریم. تنها این امورات زمانی به دید ما آشنا میشند که از حوزه بدیهی بودن خارج بشن و ما یک مقداری ریزبینانه تر قضایا را ببینیم. به همین خاطر سوالهای بسیاری در ذهن همگان درست خواهد شد. اینی که ما در این سرزمین فارغ التحصیلان آنتروپولوژی، مردم شناسی، آرکئولوژی، باستان شناسی، تاریخدان و تاریخ نویس، جامعه شناس بسیار فراوان داریم. علل خصوص رشته های علوم انسانی که از آدم های کم هوش و کم ذکاوت رو به خودش جلب می کرد، نه انسان های پرهوش و پرذکاوت رو. و متاسفانه به واسطه دانشگاه های پولی و بنگاه های مالی دانشگاه ما وفور اشخاصی به نام PhD داران علوم انسانی داریم، اما در این حوزه دریغ از یک دانش بنیادینی که در مورد جامعه ما به درستی سخن بگه. دیویت های آخیز کردوار سربخو البته میخواهد جهان را تغییر بدهد، میخواهد سرنوشت انسانهای کردی را در این سرزمین کردوار تغییر بدهد، اونها را با گوشه‌ای از حقیقت زندگی خود آشنا بکند. ببینید در همین لوای تاریخ بازان آقای هگل تاریخ نویسی را و تاریخ را تقسیم می کند به سه دسته: تاریخ اولیه و تاریخ بیواسطه، یعنی کسانی که شاهدان وقایعی بوده اند و این وقایع رو گزارش کردند، طبیعتاً با دخالت دادن نگاه خود، تعصبات خود، سویه‌های خود. این رو آقای هگل خب مواد خام می نامد. یک تاریخ رو هم مطرح میکنه به نام تاریخ اندیشیده شده که این هم فرع‌های بسیاری داره، مثل تاریخ تحلیلی، تاریخ انتقادی، مثل کسانی که وقایع تاریخی رو
برای درک حال به کار میبرند یا کسانی که برای ساختن حال تاریخ گذشته را میسازند یا تاریخی میسازند، مثل تمام تاریخ‌هایی که برای ما ساختند. بعد تاریخ فلسفی. پس اونی که وقایع نگاری می کند هیچ نمی کند به جز یک سری ماده خامی که اون وقت شما به عنوان تاریخ نگار، تاریخ نویس بایستی سمت و سویه های خودتون رو درش مد نظر بگیرید. پس آنچه که ما در این سرزمین داریم اکثرا تاریخ نیست، بلکه قصص است. قصص از دلربایی ها و لشکرکشی های پادشاهان، و این تا 300-400 سال پیش هم در اروپا به همین صورت بود، تا اینکه آقای هگل می آید و نگاه دیگری به تاریخ می کند. ببینید، ما مالکان این سرزمین و صاحبان این سرزمین ناگهان در محاصره قرار گرفته ایم در مقابل کسانی که ما اونها رو نمی شناسیم. ما نمیدانیم اینها کی هستند و از کجا آمدند. به همین خاطر من میخوام شماها رو با پرسش های آشنا بکنم، پرسش هایی که میتواند تغییر بزرگی در روند مبارزات ما برای بازپسگیری جهان خود، سرزمین خود و قدرت خود ایجاد بکنم. خب برای این امر من سعی میکنم که از کتاب متأخر آقای عباس امانت به نام تاریخ مدرن ایران استفاده بکنم. البته این کتاب هنوز در دست مطالعه است توسط من و چاپ فارسیش از چند ماه پیش آغاز شده بوده و من تونستم به صورت PDF این رو در اختیار داشته باشم. آقای عباس امانت این کتاب رو و تاریخ مدرن ایران رو با آغاز صفویه آغاز می کند و تاریخ مدرن ایران رو از صفویه رقم می زند. خب من هم سعی می کنم از همین جا شروع کنم برای تاریخ بازها، تاریخ دوستها، شیفتگان ایران، شیفتگان تاریخ ایران، تمام کسانی که این تواریخ رو بیچون و چرا قبول کرده اند و خورشید رو وانهادند و اتکا به ساعت شماته دار خود کردند، کسانی که از اطرافیان خود، از زندگی اجتماعی خود هیچ گزارشی ندارند، چون هیچ سابقه‌ای ندارند، چون هیچ گذشته‌ای ندارند، چون هیچ ریشه‌ای ندارند و در نتیجه در لابلا و خطوط کتاب‌ها به دنبال گذشته خود می‌گردند. آقای عباس امانت آغاز سلسله صفویان را به این معنا تاریخ مدرن ایران می‌گیرد که یک جنبش آخرالزمانی با پیامبری شاه اسماعیل صفوی منجی قیام می‌کند، اما معلوم نیست بر علیه کی قیام می‌کند. خب ظاهراً قیام می‌کند و این از نوادگان زمینداران کرد تبار بوده است که جد اونها به اردبیل می رود و اینها سنی بودند و بعد اهل حق می شوند و بعد آقای شاه اسماعیل که نوه اوزون حسن است و از طرف مادرشون دختر شاهزاده بیزانسی، دختر جان پادشاه بیزانس هستند. آقای شاه اسماعیل صفوی از مارتا خانم مسیحی به دنیا می آید. چرا تاریخ صفویه را مهم می گیرند؟ به خاطر اینکه تاریخ صفویه همزمان می شود با قیام‌های منجی مآبانه پیامبر ایرانی که بعد این پیامبر ایرانی بعد از شکست در چالدوران اندیشه انقلابی و صدور انقلاب شیعه خود را و منجیانه مسیحایی خود را متوقف می کند و از جبل عامل و از قسمت جنوبی شبه جزیره عربستان ملای شیعه وارد می کند تا برای او دستگاه قضایی و قانونی
شیعه بسازند. خب این آقا ظاهرا این توان رو داشته است که 500 سال پیش مردمان سنی این سرزمین را شیعه بکند. شاید شما بتونی یه سنی رو کافر بکنی اما شیعه نمیتونی بکنی. بسیار سخته که یک سنی را شیعه بکنی، اما این آقا این مردم رو شیعه میکنه. شیعه ای هم که خودش نمیدونه چیه. به همین خاطر آقای عباس امانت یک گزارش هایی میدهد از درندگی قزلباش های ترکمن لشکر صفویه و اون آدمخواری، زنده خوردن کسی، تکه تکه کردن کسی و کانیبالیسم و آدمخواری دشمنان اسماعیل صفوی است. سوال بزرگی که اینجا ایجاد میشه، البته اگر این تاریخ‌های تحلیلی و انتقادی و آنچه که شما میخواید اسمش رو بذارید، اینه که آقای شاه اسماعیل صفوی آدم مریضیه. آقای شاه اسماعیل صفوی در زمانی که رسانه‌های جمعی وجود نداره، روزنامه وجود نداره، تلویزیون وجود نداره، این رعب و وحشت آدمخواری را میخواهد برای کی نمایش بدهد؟ برای کی؟ شما چرا قصد دارید که اینجا از این تصاویر نمایش بدهید تا شیعه کردن مردمان سنی موجه بشود؟ خب این آقایان قزلباش آدم میخوردن، به همین خاطر سنی ها ترسیدن و شیعه شدن. این هیچ چیزی دیگه ای به جز این نداره. و وانگهی خب این مردم از کجا میدانستن که این قزلباش ها آدم میخورن؟ فیلم گرفته بودید از تلویزیون مثل دواعش پخش میکردید چگونه بایستی فلان طایفه، فلان عشیره، فلان مردم فلان روستا میدانستن که اینها آدم هم میخورند. این توجیهی ندارد الا اینکه شما بخواهید به نوعی این را به ذهن خواننده متبادر بکنید که چگونه یک سنی دست از سنیگری برمیدارد و شیعه میشود. ببینید آقای هگل وقتی در تطور تاریخی بحث میکنه، کارهای خودکامگان رو به پای تطور یک قوم می نویسه و میگه درسته خودکامگانی بودن که سوء استفاده میکردن احیانا مثل اسکندر، اما نیات خود را در امتداد قومیت خود به کار می بردن، در نتیجه باعث شکوفایی قومیت خود می شدن. شما در سرتاسر این تاریخ مدرن آقای عباس امانت درندخویی ها، جنایت های برادرکشی، عموکشی، پسرکشی و فرمانده کشی را به حساب حفظ امنیت و جلوگیری از آشوب می‌گذارد و این را در راستای حفظ تمامیت دولت ایران توجیه می‌کند. خب حالا ما به گوشه‌هایی از این می‌پردازیم. من سب‌تیتر این دیبیت رو این گونه انتخاب کردم: ساکنان شهرها کیها هستند؟ شهرها در سرزمین ما چگونه به وجود آمد؟ نمیشه ماها را یهو پرت کنی تو تاریخ، یهو بیای به ما بگی که دیاکو این گونه با معشوقش رفتار میکرد، در این تاریخ غسل تعمید کرد خودش رو، مثلا با فلان معشوق فلان رابطه عاشقانه را برقرار کرد. اما شما نگید که مهمترین چیز، یک چیز انضمامی به نام شهر، نگی این شهرها چگونه به وجود آمدند، نگی که ساکنان این شهرها کی هستند؟ مردمان این سرزمینند؟ از تبار مردمان این سرزمینند یا از مردمان این سرزمین نیستند؟ شما که دم از امپراتوری های 2500 ساله میزنید، از شهرهای فاخر ثروتمند بزرگ صحبت میکنید، ساکنان این شهرها کیها هستند؟ چه چیز و چه چیز باعث به وجود آمدن این شهرها میشود؟ در توالی که شما تعقیب میکنید در دوران تاریخ عصر جدید ایران مدرن، شما شاهد تغییر پایتخت از شهرها هستید. اما برای هیچ کسی قابل سوال نمیشه دلیل تغییر پایتخت ها رو هجوم بیگانگان و عثمانی ها میدانند. پایتخت اولیه صفوی ها کجاست؟
تبریز. پایتخت دوم کجاست؟ شاه طهماسب دوم تبریز را عوض می کند به قزوین. پایتخت سوم کجاست؟ اصفهان در زمان شاه عباس سوم. پایتخت چهارم کجاست؟ مشهد. پایتخت پنجم کجاست؟ شیراز. پایتخت ششم کجاست؟ تهران. هیچ کس این تغییرات پایتختی را مد نظر نمیگیرد. اینها مراکز حکومتی هستند یا شهرهای متأخر ساخته که شما میدونید الان همین شهرهایی رو که من اسم بردم کلان شهرهای ایرانند. تبریز به استثنای قزوین، اصفهان، شیراز و مشهد. اینا رو کی ساخته؟ اینا رو سلسله های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه. آنچه که بایستی مورد توجه شما باشه گزارشاتی است که از تعصبات مذهبی و دینی در سلسله آخرالزمانی و بعد تبدیل به شیعه شده صفوی میبینید. حاکمیت دستگاه شریعت و قانون، فراز بزرگی که عباس امانت و ایران دوستان و ایران پرستان به نام تفاوت و تمایز و به در آمدن ایران امروزین از قوطی این جادو می کنند. دستگاه قانونی و قضایی فقهای شیعه، قدرت فقیهان شیعه از کرکی گرفته تا مجلسی. بعد مکتب اصفهان، ظهور و شکلگیری ملا صدرا. حالا ما میخوایم اینها رو بررسی بکنیم تا بدانیم اینها کی هستند. من قطعاتی از این کتاب عباس امانت رو عکس برداری کردم و سعی میکنم تیکه هایی از این رو براتون بخونم تا اونجایی که مورد مطالعه من بوده، یعنی تا ظهور قاجاریه. خب پس آقای عباس امانت میگوید خاندان صفوی در اصل از طبقه اعیان زمیندار کرد بود و با اهل حق کردستان هم خویشاوندی داشت. این خاندان از قرن 12 در شمال شرقی آذربایجان مستقر شد. شیخ صفی الدین اردبیلی جد بزرگ صفویان و جد 6 نسل پیش اسماعیل یک مرشد صوفی مشهور بود. او بنیانگذار طریقت صفوی بود، طریقتی که ابتدا اهل سنت بود. او به گویش قدیمی آذری اشعاری عرفانی می سرود. ثروت فراوانی گرد آورد و از احترام حکمرانان و علمای زمان خود برخوردار بود. او در زمانه‌ای زندگی می کرد که طریقت‌های صوفیه محبوبیت فراوان داشتند، زیرا شکلی از مذهب را ترویج می کردند که نسبت به مذهب شریعت مدارانه فقها و درونیتر و شخصیتر بود. طریقت صفوی نه تنها به این دلیل رونق یافت که روستاییان و شهرنشینان اردبیل و نواحی غربی دریای خزر را به خود جلب کرده بود، بلکه در دوره جانشینان شیخ صفی مبلغان صفوی در آناتولی، شرق ترکیه امروزی و نواحی بالای میان رودان، شمال عراق امروزی، از عشایر ترکمن را به این طریقت دعوت کرده بودند.
در اواسط قرن 14 برای صفویان مقبره صفی الدین اردبیلی مکان مقدسی بود. خب برمیگردیم این که بعدها شیخ حیدر پسر جنید و پدر اسماعیل در سال 1472 با دختر اوزون حسن حلیمه که با نام مسیحی خود مارتا شناخته میشد ازدواج کرد. مارتا از همسر ارتدوکس و یونانی اوزون حسن شاهزاده خانمی به نام تئودوراس پانا خاتون به دنیا آمد. تئودورا دسپینا خاتون دختر جان چهارم حکمران یکی مانده به آخر خاندان یونانی مگاس کومونوس ترابزون بود. خاندان کومونوس آخرین وارثان بیزنسی بودند. خب این هم که شد مادر خانم شاه اسماعیل صفوی، آقای شاه اسماعیل صفوی، از یک مادر ارتدوکس مسیحی. جالبه که پادشاهان پرطمطراق بزرگ ایرانی همه یهودی مسیحی هن. خب جالبتر این که من مثلا از صفحه 69 کتاب آقای عباس امانت این تیکه رو براتون میخونم که شکست شاه اسماعیل صفوی است و تسخیر شهر تبریز. ایشون میگه که کمی بعد از آن با اشغال تبریز تحقیر صفویان آغاز شد و آنها به ورطه سقوط افتادند، اما تمرد جنسارهای ترک پایتخت صفویان را نجات داد. تمرد جنساران ترک یعنی سلطان عثمانی در این جنگ چادران سلطان و خلیفه سنی ها، فاتح میراثدار امپراتوریت عثمانی که بیزانس را شکست داده و کنستانتینیوپل را به تسخیر درآورده است، سربازان ینیچری امپراتوری عثمانی بکتاشی های علوی هستند، جاننثاران و سربازان مخصوص خلیفه. علویان، شیعن، شیعه قلاتن، پیروان حاج بکتاش ولیان. میگه که چه چیز باعث شد این پادشاه عثمانی در تبریز نماند؟ خب ما میخونیم این رو. میگه که تمرد جنسارهای ترک، یعنی سربازان ترک از پادشاهشون و سلطانشون فرمان نمیبرن، نمیمونن در تبریز، بیشتر نمیرن اسماعیل رو بگیرن بکشن. سلیم مجبور شد نقشه اولیه خود را برای گذراندن زمستان در تبریز را کنار بگذارد و برخلاف عادت مألوف عثمانی ها یک هفته بعد از رسیدن به تبریز در اواخر تابستان 1514 این شهر را ترک کرد بدون اینکه گماشته‌ای در آنجا بگمارد. البته او آنقدری در تبریز ماند که شهر را غارت کند و تعداد زیادی از هنرمندان و صنعتگران و بازرگانان را از تبریز و دیگر شهرهای ایران با خود به استانبول ببرد. خب اینا را آقای امانت می نویسه، تحلیل میکنه، بعد نمیگه که خب چرا این آقا حالا بر اساس عادت مألوف عمل نکرد و این خاک رو ضمیمه عثمانی نکرد و براش حاکمی مقرر نکرد، چرا مثل یه دزد اومد چپاول کرد و رفت، چرا اسماعیل رو نگرفت، چرا این فتنه جهان اسلام رو از بین نبرد، چرا خلیفه سنی سرباز شیعه داره، چطور خلیفه شیعه سرباز سنی داره، ترکمنها سنی هن. چطور شاه قاجار، آقای قاجار، امپراتور شیعه پرست شیعه مآب،
سربازانش اشایر ترکمن سنی هن. این چطور ممکنه؟ شما این تناقض‌های بزرگ تاریخی رو حل کنید تا به قضایای بعدی برمیخوریم. میگه که برده‌های سفید پوستی که در یورش به قفقاز اسیر شده بودن برای صفویان بسیار ارزشمند بودن. خب اجازه بدید من این رو براتون ترسیم بکنم. برادران عثمانی و برادران صفوی یک سناریو دارن که هر دو تا ازش استفاده میکنن. اون هم قفقازی است. یعنی کجا؟ یعنی ارمنستان و گرجستان. ارمنستان و گرجستان چه نقشی برای اینها دارن؟ نقش معدن انسانی براشون دارن. هر وقتی کم میارن، من نمیدونم گرجستان الان 5 میلیون جمعیت نداره، 5 میلیون جمعیت نداره. ارمنستان هم به همچنین. اینا چقدر ذخیره انسانی داشتن که آقایان برادران اسلام پناه هر وقتی که میل جنسیشون به حد زیادی که میرسید حمله میکردن به ارمنستان و به گرجستان. زنان زیبای ارمنی و گرجی را می آوردن برای جفتگیری و شاهزاده پسنداختن و پسران زیبا هم برای امردبازی و تبدیل به سپاهی کردن. همون کاری که عثمانی میکنه آقایان صفوی میکنن. این رو واقعا میکنن یا این جزء یک ملات امپراتوری سازیه؟ این جزء اون ملاتیه که بعداً شما توجیه بکنید نژادهای مختلف رو در این سرزمین، شهرسازی ها و جمعیت های شهرسازی که در این سرزمین اتفاق میافته. بهش میرسیم. هر وقت اینا کم میارن میرن یه مشت آدم رو به بردگی میگیرن میارن. بعد نمیگن آدما چرا تموم نمیشن؟ تو هی تفلیس رو نابود میکنی، تو هی جولفا رو نابود میکنی، با خاک یکسان میکنی، این پدر سوخته زیر بطه در میان. چطور اینا دوباره زاد و ولد میکنن؟ خب حالا بهش برمیخوریم. ایشون میفرماید که برای صفویان بسیار ارزشمند بودند، چرا که آنها جایگزین سپاهیان قزلباشی می شدند که از تعداد و وفاداریشان کاسته شده بود. هم عثمانی ها و هم صفویان به دنبال افزودن کنیزان حرمسرای سلطنتی خود نیز بودند. اکثر همسران طهماسب تحت عنوان گرجی شناخته می شدن که واژه‌ای کلی برای تمام برده‌های سفید پوستی بود که از شمال تفلیس می آوردند. بردگان سفید پوست به حرمسرای اعیان و شاهزاده ها نیز راه می یافتند. در سالهای آخر سلطنت طهماسب تنها در یک حمله به گرجستان در سال 1553 حدود 30,000 مسیحی به اسارت گرفته و به قلمرو صفویان منتقل شدند. 30,000 نفر به اسارت گرفته شده و به قلمرو صفویان منتقل شدند. جمعیت فرزندان این برده‌هایی که یا از طریق یورش یا به عنوان باج و خراج سالانه از رعایای قفقازی که تازه مطیع دولت صفوی شده بودند گرفته میشد، به شدت افزایش یافت. جمعیت این غلام بچگان سفید پوست یهودی مسیحی زیاد شد. در کجا زیاد شد؟ در کجا زیاد شد؟ صفویان اسرای خود را مجبور می کردند تغییر مذهب بدهند. البته آنها این کار را مانند عثمانی ها به صورت سازمان یافته انجام نمی دادند. آنها در ویرانی نمادهای فرهنگ و هویت مذهبی قفقاز از جمله کلیساها و معابد هم تعصب داشتند.
خب ما الان با یک حلقه مفقود روبرو میشیم، با یک پاسخ بزرگی که اینها به راحتی به ما جواب دادن که آقایان صفوی هر وقتی که کم می آوردن به قفقاز حمله می کردن، مسیحی ها رو می گرفتن و به همشون گرجی می گفتن، به هر چی سفید پوسته، و اینا رو می آوردن، زناشون رو می آوردن برای تولید مثل، نه فقط خودشون، به اشراف زاده ها می دادن. یعنی تمام این طبقه نوکیسه همه یهودی مسیحی هن. خب حالا می رسیم به شهر اصفهان. ایشون میگه که چنان که از نام این شهر، یعنی سپاهان به معنای پادگان، مشخص است، ریشه این شهر که در ابتدا دژ نظامی بود احتمالاً به سکونتگاه‌های دوره هخامنشی برمیگردد. خب اینا نمیتونن میگن این شهر رو کی ساخته، چطوری ساخته شده، به چه صورت ساخته شده، حدس میزنه بر اساس اسم سپاهان. که بعدها به یک شهر یهودی نشین بزرگ بدل شد. بعدها به یک شهر یهودی نشین بزرگ بدل شد. یکی از قدیمی ترین شواهد تاریخی اصفهان یک کتیبه یادبود متعلق به دوره اشکانیان است که از یک کنیسه در محله یهودی ها یافت شده است، یعنی جوباره. قبل از حکومت صفوی محله یهودیان که جوباره قصبه یهودی ها نام داشت و تا امروز هم با همین نام باقی مانده است، احتمالاً حجم وسیعی از تجارت و امور مالی را به خود اختصاص داده بود و در شکوفایی اصفهان نقش مهمی داشت. حالا برمیگرده به اینکه شاه عباس صفوی میاد و اصفهان رو بازسازی میکنه. این سوال اینه که اصفهان رو بازسازی میکنه یا اصفهان میسازید؟ شاه عباس میسازه یا اون کسی که داره کشورسازی میکنه میسازه؟ حالا ما پاسخش رو میگیریم. تمام آنچه که شما از لحاظ معماری بهش میگید بناهای قاجاری، بناهای کپی شده از معماری های اروپاییه. حالا برمیخوریم به همین. میگه که عباس و جانشینانش برای ساخت چهارباغ و باغها و پارکهای اطرافش احتمالاً از طراحی شهرهای اروپایی الهام گرفته بودند. به عنوان مثال، ببخشید من این موبایلم شکسته و خوب نمیبینم خطوط رو. گراور چاپی باغها و ویلاهای رنسانس ایتالیا را مسافران اروپایی به اصفهان آورده بودند. مسافران اروپایی اینا را به اصفهان آورده بودند. در پروژه چهارباغ شم تجاری شاه هم دیده می شود. عباس تاکستانها و باغهای اصفهان را خرید و آنها را تبدیل به قطع باغهای وسیع کرد و به اشراف و اعیان فروخت. اولین بساز به فروش ایران مدرن کی بوده؟ آقای شاه عباس صفوی بوده، با نقشه اروپایی ها. با این حال جالب است که این اقدامات تنها به ساخت محله مسکونی برای افراد مرفه منجر نشد، بلکه باغ‌های نشاط آور برای خوشگذرانی، شور و طرب عمومی پدید آمد. پادشاه شیعه شور و طرب عمومی درست میکنه. عباس و جانشینانش هرچه بیشتر روش‌های جدید تجارت و اقتصاد را آموختند، لذت‌های شراب و شاهد را نیز می‌چشیدند. شاهد یعنی پسر بچه بیمو،
همه امردباز بودن. شاهان خدا مسلک صفویه، شاهان شیعه پرور صفویه همه بچه باز بودن. امردخانه جزء بافت معماری شهرهای جدید و تأسیس صفویه است. خب نه بهش میرسیم، به این تاریخ صفوی میرسیم تا برای ما سوال بشه. میگه که جمعیتی منتخب به اندازه 3000 خانوار در پایتخت و در محله تازه تأسیس ارمنیان موسوم به جلفا در جنوب زاینده رود ساکن شدند. 3000 خانواده. با یک حکم سلطنتی این محله جدید منحصراً به ارامنه اختصاص یافت و به آنها بودجه‌ای برای ساخت خانه، کلیسا و عمارات اختصاص پیدا کرد. بعضی از مهاجران ارمنی به علت بیماری و خستگی در مسیر جان باختند، اما آنهایی که به ایران وارد شدند عموماً مورد استقبال مقامات صفوی قرار گرفتند. برای عثمانی ها این نوع کوچ دست جمعی بویوک سورگون اقدامی آشنا بود که ریشه در فرهنگ مغولی و تیموری داشت که انسانها را به چشم گله‌های متحرک میدید. کوچ دست جمعی اغلب به هدف برقراری آرامش در سرزمین‌های تازه فتح شده انجام میشد. بدون شک عباس کوچ دست جمعی را هم نوعی راه حل زیرکانه برای یک قرن رقابت ایران عثمانی بر سر قفقاز یافته بود. آن را تمهید مؤثری برای ساکت کردن شورش‌های مکرر ارمنی‌ها و گرجی‌ها می‌دانست. مشوق بزرگتر عباس برای کوچ دست جمعی آن بود که تخصص ارمنیان در زمینه سازماندهی و تجارت ابریشم ایرانی را به پایتخت خود منتقل کرد. حرکتی که بدون شک از وجود شبکه گسترده تجارت ارمنیان و مسئولیت نسبی تجار ارمنی و یهودی در گذر از مرزهای ایران عثمانی نشأت می گرفت. انحصار تجارت یهودیان و ارامنه. ببینید از لابلای خطوط کتاب ایران مدرن عباس امانت که من برای شماها میخونم در این داستان سرایی هایی که میبینید، خب شماها الان بایستی برگردید ببینید این امپراتوری چیست، نقش تجارت چیست، اقتصاد به چگونه است، شهرنشینی چگونه است، طبقاتی که در اینجاها کار میکنن که تو اینجا هیچ رنگی از مردم ایران نمیبینی. یه عده دارن برای خودشون میچاپن و میریسن و یه عده یه مشت کنیز و برده و چه میدونم مطرب و روسپی و فاحشه و اینها میارن در این سرزمین و تجارت هم میکنن. تجارت ابریشم، تجارت تریاک، تجارت تنباکو در انحصار کیه؟ یهودیان و ارامنه، مسیحیان. این همزمان با کجاست؟ همزمان با آغاز عصر اقیانوس نوردی آقایان اروپایی. ادامه میدیم. میگه که آقای در صفحه 122 عباس امانت در آنچه که به نام جلادت و بزرگی شاه صفوی در بازپسگیری مناطق خلیج فارس از دست پرتغالی هاست این گونه می نویسه. میخونیم اینو. الله وردی خان کیه؟ الله وردی خان گرجی حاکم فارسه، اسم شده الله وردی. خب ایشون میگه که تا سال 1622 یعنی قرن 17
تا سال 1622 شاه اعتماد به نفس کافی را پیدا کرد تا به الله وردی خان فرماندار قدرتمند استان فارس اجازه دهد بر کمپانی هند شرقی فشار بیاورد تا در حمله پرتغالی ها با ایران همکاری کند. هدف بازپسگیری جزیره هرمز بود که حکمرانان صفوی سالها به آن چشم داشتند. برای جبران فقدان نیروی دریایی که همیشه نقطه ضعف ایران در پاسداری از سواحل جنوبیش بوده، سپاه ایران سوار بر کشتی‌های انگلیسی به جزیره وارد شد و توانستند با موفقیت پادگان پرتغالی ها را که روحیشان را از دست داده بودند تصرف کنند. تلاش پرتغالی ها برای بازپسگیری هرمز با شکست مواجه شد. خب ما الان فهمیدیم سربازان صفوی سوار بر کشتی کمپانی هند شرقی و نیروی دریایی هند شرقی هرمز رو بازپس میگیرن. سوال: ما چرا باید باور بکنیم صفویه‌ای وجود داره، شاه عباسی هم هست، لشکرکشی هم میکنه، اون هم با همکاری کمپانی هند شرقی؟ چرا تمام این کارها رو خود هند شرقی نکرده؟ چطور شما این رو به عنوان بزرگی و عظمت شاه عباس میفروشید؟ نیروی دریایی نداره، سوار بر کشتی های کمپانی هند شرقی میشه. خب این قسمت تاریخ رو هیچکی نمیدونه دیگه، کسی نمیدونه. فکر میکنه که اینا نیرو دریایی داشتن و امپراتوری بزرگ بودن و 3000 سال امتداد داشتن و خب چیزی که برای شماها جالبه چگونگی مسلمان شدن اندونزی، تایلند و جنوب شرقی آسیا است. ایشون میگه که خوانندگان دوران صفویه نمیدانستند یک ایرانی تبعیدی به امپراتوری مغول، این ایرانی رو کی تبعید کرد؟ کی تبعید میکنه این ایرانیان رو؟ ببینید مردم، میگه که درسته نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. شما امروز به خاطر اینکه مردم رو بشناسی دستگاه بیومتریک آوردی. شما امروز دی ان ای مردم رو میگیرید، عکس از چشماشون میگیرید، عکس از صورت میگیرید، شما آیدی کارت صادر میکنید، کد ملی میدید، سرشماری میکنید خانواده ها رو تا بتونید کسی رو تحت تعقیب قرار بدید. آخه 500 سال پیش نه پاسپورت هست، نه مرز جغرافیایی هست، نه عکس هست. هیچ کسی رو نمیشناسه. کی رو تو میتونی تبعید بکنی؟ مثلا طرف احیانا در اصفهان هم جرمی کرده، میتونست فرار کنه به راحتی بره کوهکمرهای اطراف اصفهان. جای دوری نگفتم. مثلا پا میشد میرفت یزد، کسی اینو میشناخت. مثلا پا میشد میرفت شیراز، کسی میدونست این کیه. چگونه وانتد میشد یک ایرانی تبعید به مغول؟ کی اینو تبعید کرد؟ برای چی تبعید کرد؟ این چرا این تبعید بودگی را پذیرفت؟ چگونه این رو تحت کنترل قرار میدادن؟ خب شماها این رو با پدیده امروزی تبعید دارید در نظر میگیرید دیگه. خب یک ایرانی تبعیدی مغول داره این حرفا رو میزنه. داستان زندگی یک ژزوئیت معروف قرن 16 در چین به نام ماتئوریچی را به زبان فارسی ترجمه کرده. در ذهن صفویان ژاپن هم چیزی بیشتر از جزیره دوردست واق در عجایب نامه‌های اسلامی نبود، ولی به خاطر جوامع تجار هند و ایرانی
که از قرن 15 به بعد در اندونزی، برمه و سیام ساکن بودند، ایرانیان با جنوب آسیا آشنایی بیشتری داشتند. آنها اسلام التقاطی و شیوه های تجاری خود را به آن سرزمین بردند. آقای عباس امانت، شما الان فرمودید صفوی ناوگان دریایی نداره، تجارت دریایی نمیتونه بکنه، به تجارت زمینی وفادار میمونه. بعد چطوری تجار ایرانی هندی در آسیای جنوب شرقی این مسیر دریای چین و اقیانوس هند رو پیمودن و به اونجا رسیدن؟ چطوری آقا؟ اینا ایرانی ها همان هندی ها هستند، هندی ها همان ایرانی ها هستند، اینا همان همکاران کمپانی هند شرقی هستند. چطوری شما همینطوری روایت میکنی میفرستی بره؟ چطور یه مشت تاجر میتونن بدون اتوریت مردم آسیای جنوب شرقی را مسلمان بکنند؟ چطور شما در همین کتاب بارها از میشنرهای مسیحی حرف میزنید در اصفهان؟ چطور اینا نمیتونن مردم رو مسیحی بکنند اما این مردم سنی همه شیعه میشن؟ بعد چطوری اینها نمیتونن مردم رو مسیحی بکنن، شما میتونید مردم رو با چند تا تاجر مسلمان بکنید؟ منشی سفارت صفوی در دربار پادشاه نارایی، یعنی چطور رفته بود سیام یا تایلند به سال 1656، شون در صفحه 129 کتاب این رو گفته. به سال 1685 کتاب جالبی درباره دولت و مردم آن کشور نوشت. در کتاب سفینه سلیمانی که به نام شاه سلیمان صفوی نامگذاری شده بود، مطالبی در مورد بازرگانان، مشاوران و سربازان مزدور ایرانی ژاپنی، سربازان مزدور ایرانی و ژاپنی که به نزد پادشاه سیام می آمدند دیده می شود. پادشاهی که نفوذ چینی های بومی و بازرگانان اروپایی و رقیبان سیاسی را به چالش می کشید. کتاب محمد ابراهیم ابن محمد ربیع که منشی مأموریت بود در راه سیام هم روایات ارزشمندی از انگلیسی ها در هند و آداب و رسومشان نقل می کند. هندوستان در ذهن ایرانیان حتی بیشتر از دوران قرون وسطای اسلامی به عنوان سرزمینی با شکوه و عجیب نقش بسته بود. همچنین سفر هند مسیر تجاری سودمندی نیز بود، خصوصا از زمانی که کشتی‌های شرکت‌های هند شرقی انگلیسی و فرانسه با نظم بیشتری به خلیج فارس رفت و آمد می‌کردند. هند قابل دسترستر شده بود و پناهگاه افرادی به شمار می‌رفت که در جستجوی شهرت و ثروت بودند. حالا دیگه هند به یمن کشتی‌های کمپانی هند شرقی در دسترس شما قرار گرفته بود. این انگلیسی ها مثل که از همون موقع آژانس تراول و مسافرتی به راه انداخته بودن، تور بمبئی و تور دهلی نو، تا با شما ثروتمندان ایرانی سرویس بدن. بعد تو چطور تبدیل به تاجر شدی؟ احیانا چه چیز می بردی در آسیای جنوب شرقی می فروختی؟ چه کالایی داشتی که در آسیای جنوب شرقی بفروشی که خود انگلیسی ها نداشتن و تو با کشتی انگلیسی ها به اونجا می رفتی؟ خب وقتی داستان مهمل نویسی یک مش دیوانه است که الان من بهتون میگم اینا کیان در این سرزمین ما،
طبق گفته‌های خودشون. شما به این لاتایلات برمیخوری. اینا هندی ایرانی یکی هن. هر دوتا بر ساختگان هند شرقی هن. اینا همان پارسیان هندن، همان تاجران تریاک، بانکداران کمپانی هند شرقی، تجار ایرانی. هند قابل دسترستر شده بود و پناهگاه افرادی به شمار می رفت که در جستجوی شهرت و ثروت بودند، مثل مولانا خالد نقشبندی. حتما یا میخواستند از تفتیش عقاید مذهبی و سیاسی فرار کنند. طرف از تفتیش عقاید مذهبی سیاسی فرار بکنه بره هندوستان، خود چرا نمیره کوه دنا؟ چرا نمیره یه منطقه دیگه ای؟ کی میتونه اینو تعقیب بکنه؟ ببین اینها نمیتونن در همتنیدگی هند ایرانی، ایرانی هندی رو پاسخ بدن، لذا متوسل میشن به کوچ اجباری، متوسل میشن به پادشاهان گردنکش، تعقیب ثروت و شهرت، فرار از دست تفتیش سیاسی و مذهبی. در کجا؟ در سرزمینی که نه شحنه داره، نه پلیس داره، نه دستگاه داره، نه حاکمیت داره. شما هر جایی بری زندگی بکنی زندگی کردی. تو نه عکس داری، نه شناسنامه داری، نه قابل تعقیبی. با این حال پیش از اواخر قرن 18 روایت‌های زیادی از ایرانیان مسافر هندوستان یافت نمی شود. تا قبل از قرن 18 اینها روایت‌هایی از مسافرت ایرانیان به هندو ندارن. اما از قرن 18 که برادران کمپانی هند شرقی میان، اینا هم صاحب دولت میشن، هم صاحب پول میشن، هم صاحب دین زرتشتی میشن، هم صاحب یهودی میشن، هم صاحب مسیحی میشن. جالبه این. در صفحه 154 می نویسه که تحسین زیبایی جوانان، غالباً پسران جوان، در اشعار و نقاشی های آن دوره مورد پذیرش قرار گرفت. باده نوشی نیز یکی از رسوم رایج آن دوره بود و چنان که اشاره شد اغلب در باده نوشی افراط می کردند. در اواخر سلسله صفوی و طی سلطنت عباس دوم، سلیمان و سلطان حسین به تحریک علما کارزارهای ضد باده‌گساری راه افتاد. این اقدامات جهادی که عمدتاً مردم عادی را هدف قرار میداد، دربار را مجبور کرد تا خمخانه‌های با ارزش خود را نابود کند، ولی حتی این سختگیری ها هم نتوانستند عادات قدیمی را با آسان تغییر دهند. ولی چطور تونستن سنی بودن رو تغییر بدن؟ میخارگی و بچه بازی و روسپی بازی رو نتونست تغییر بده، مذهب سنی بی شیعه رو تغییر داد. برای باده‌گساری همچنین مصرف مواد مخدر که اغلب مشتقات تریاک و به شدت اعتیاد آور و به طور گسترده مورد استفاده مردم عادی بود، اماکن مختلفی وجود داشت: شیرکشخانه، تریاکخانه، که دولت از آنها مالیات می ستاند. از فاحشه‌خانه، از شیرکشخانه،
از تریاک خانه. این همون کارهایی بود که بریتانیا در چین کرد، نه؟ اوکی. تنفروشی زنان و مردان هم مورد پذیرش جامعه بود. تنفروشی زنان و مردان هم در زمان حکامان شیعه منجی عالم بشریت، مردمان این سرزمین افتاده بودن به فاحشگی مرد و زن، مثل حکومت جمهوری اسلامی، مثل پارک دانشجو که پسر میره خودفروشی میکنه، معقد فروشی میکنه. مورد پذیرش جامعه بود و دولت برایش مقرراتی وضع کرده بود و به آن مالیات تعلق می گرفت، زیرا دولت روسپیگری را بخصوص در لشکرکشی‌های نظامی غیر قابل اجتناب می دانست. با اینکه تا قبل از اوایل قرن 19 مصرف تنباکو در ایران تبدیل به عادتی ملی نشد، ولی در میان اعیان اواخر سلسله صفوی رایج بود تنباکو که در اوایل قرن 17 از قاره جدید و از طریق اروپا و امپراتوری عثمانی وارد ایران شد. خیلی زود جایگاه خودش را در میان درباریان پیدا کرد، با اینکه تنباکو در دوره سلطنت عباس اول نخست با مقاومت مواجه شد، اما این باعث توقیف کاشت آن نشد. یک قرن بعد در اواخر قرن 18 با وجود جنبش‌های ضد تنباکو، محبوبیت پیپ ایرانی، چپق و قلیان از مواد مخدر و تریاک هم بیشتر شد. اینها و دیگر فعالیت‌های مفرح و دیگر عادات اجتماعی چهره‌ای از جامعه صفوی را به نمایش می‌گذاشت که با جامعه زاهدانه که فقیهان به دنبالش بودند کاملا متفاوت بود. با پیشرفت شهرنشینی فرهنگ تفریح و سرگرمی نیز شکوفاتر شد. با وجود این که نباید در مورد هر دو جنبه مذهبی و مفرح جامعه صفوی غلو کرد، اما نمیتوان بیبندوباری جامعه و حتی اشرت طلبی آن بخصوص در مراکز شهری امپراتوری را نادیده گرفت. تبریز، قزوین، اصفهان، شیراز، مشهد. یادتون باشه، اینا رو یادتون باشه. این داره برات میگه که در این شهرها امردخانه، خیلخانه یعنی فاحشه‌خانه، شیرکشخانه، تریاکخانه موجود بود که این مردمان این شهر کارشون شده بود این خدمات میدادن. به کی معلوم نیست. دولت مالیات میگرفت از فاحشگان. دولت اسلامی منجیان شیعه با واژن و معقد پسران و زنان تأمین بودجه میشد. با تریاک فروشی و تجارت یهودیان و مسیحیان درست میشد. ایشون آقای عباس امانت برای اولین بار در ایران 3 چیز را به صفوی ها منتسب میکنه. 1. دستگاه قضا و قانونگذاری شیعه. 2. سیستم اداره کشاورزی مرکزی تیولداری. این همزمان است با تیولداری عثمانی. یعنی شما یه عده رو بهشون مقام میدی و بهشون زمین میدی و اجاره زمین میدی. تیولداری، نه فئودالیسم. خب ببینید، یک نکته رو که شما بهش توجه نمی کنید دادن القاب. القاب از دربار انگلیسی ها و اروپایی ها میاد. دوک و کنتس و کنت و لورد و سر و همین ها رو میارن در درگاه حکومت های تازه تأسیس عثمانی و صفوی درست میکنن. پادشاه، پاشا، دوله، مستشار الدوله، وثوق الدوله، ایلچی باشی، آشپز باشی، معتمد السلطنه، سمسام و سلطنه. کسی نمیگه فرهنگ این لقب دادن رو شما از کجا آوردی.
این فرهنگ لقب دادن از کجا آمده؟ چرا؟ وقت باید تو صاحب اشرافیت بشی، صاحب شاهی بشی که این سرزمین رو تقسیم کرده به یک اشرافیتی، خاندانهایی که زمیندار بودن. اما تو اینو در سالن ایلاتی نمیبینی تا دوران متأخری که این آقا تحت نام تاریخ مدرن ایران ازش حرف میزنه. الان حالا برمیگردیم به صفحه 197 دوران قاجاریه. میگه که سپاه قاجار شهر را کاملا غارت کرد و هزاران شهروند را کشت یا مورد چپاول و تجاوز قرار داد. دوباره گرجستان ها، کشیشان گرجستانی که هسته مقاومت را تشکیل میدادند به رودخانه انداخت. کلیساها غارت و با خاک یکسان شدند. حدود 15,000 مرد، زن و کودک اسیر و به ایران فرستاده شدند تا در میان خاندان قاجار به عنوان ندیم کنیز، خواجه حرمسرا و پیشکار تقسیم شوند. تعجبی ندارد که درست مثل امپراتوری عثمانی که بسیاری از شاهزاده ها مادرانی قفقازی داشتند، تعداد زیادی از شاهزاده های قاجار نسل بعد نیز مادران گرجی یا ارمنی داشتند. چپاول تفلیس فصل شرماور دیگری در وقایع نگاری قاجار رقم زد. این چپاول همچنین آغاز از دست رفتن دائمی قفقاز از دست ایران بود. من اینها رو تحلیل میکنم بعد از بازخوانی این مطالب. رستم التواریخ صفحه 184 کتاب ایران مدرن عباس امانت، استاد دانشگاه یل. رستم التواریخ با لحنی نوستالژیک از زندگی مرفه و پرتفنن زمان کریم خان زند یاد می کند. نویسنده کریم خان را به خاطر مبارزه با جرم و جنایت و بازگرداندن آرامش به شیراز تحسین می کند. شیراز به داشتن لوطی هایی که برای مردم مزاحمت ایجاد می کردند شهرت داشت. او با منشی لیبرال محله های خاصی را به میکده ها و روسپی خانه ها اختصاص داد تا سپاهیان و مردم شهر از آن استفاده کنند و از تجاوز و ربودن زنان و کودکان شهر ممانعت شود. به هنگام حکومت افشاریان ربودن و تجاوز یک مشکل جدی در مملکت بود. نویسنده همچنین لیست بلند بالایی از زنان بازیگر و هنرمند شیراز را ارائه می‌دهد و آنها را به خاطر سلیقه و فاخر و کمالاتشان می‌ستاید. ملا فاطمه روسپی اعظمه. روسپی اعظم بیزینس وومن سطح عالی مثل استریپتیزرها و پورنستارهای امروزی. زنی جذاب بود که بدون شک هنرمندی فرهیخته بود. به خاطر کلام شیرینش تحسین شده است. او مؤدب و مهربان و خوش برخورد بود. هرگز با گستاخی رفتار نمی کرد. با شاهزاده و گدا مهربان بود. حدود 20,000 بیت از شعرهای کلاسیک و معاصر را حفظ بود و می توانست آنها را به خوبی در هر جمعی به همراه تنبور، طبل، نی، فلوت، چنگ، بربط و کمانچه بخواند. او همچنین به خاطر انتقادهای خردمندانه از تعصب آخوندها و زنهراسی آنها و همچنین طرفداری از ضعفا و ناتوانان شهرت داشت. مطابق رستم التواریخ، ملا فاطمه یک بار که داشت قولی از سعدی را نقل می‌کرد به کریم خان درباره ذات گذرای قدرت و برابری همه در پیشگاه مرگ هشدار داد. فضای شیراز به حدی آزاد بود که فاطمه نه تنها می توانست چنین احساساتی را به زبان بیاورد، بلکه آنها را در ملأ عام و با شعر و موسیقی بیان می کرد. خب حالا ما یه تیکه دیگه میخونیم و وارد تحلیل میشیم.
تاریخ اجتماعی ایران مرتضی راوندی. یکی از کارهایی که مورد توجه کریم خان زند قرار گرفت سر و سامان دادن به وضع فاحش خانه ها بود. او معتقد بود برای دفع پلیدی و رفع آلودگی شهریان نیز خراباتی لازم است و بدین جهت در شهر شیراز در محلی دور از خانه های مردم شهر خراباتی قرار داد که مردم آن را خیلخانه یا خیلخانه می نامیدند و جمعی از فواحش را در آن جای داد. بیان صاحب کتاب رستم التواریخ که خالی از لطف ادبی نیست، لطافت ادبی نیست، در این مورد چنین است: به قدر 5-6 هزار از زنان ماه روی گل رخسار مشکین موی دلربای، خوش اطوار همه خوش آواز و رقاص و جمله رامشگر عام و خاص، در آن خرابات خوش و خیل دلکش جای دارند و میخانه های طرب بخش جنفزای دلگشا در آن ولایت با لطف و صفا ساختند و شاهوشان گردنکش و بهادران با کشمکش و سرهنگان سلطنت طلب و گردان با حسب و نسب را شب و روز مقید باده کشی و شاهد بازی و مشغول به شغل مجلس آرایی و محفل پردازی نمود و چنان گرم این کار و شیفته این اطوار گردیدند که یار و دیار خود را فراموش و با شاهد غفلت هماغوش گشتند و آن وکیل دولتمند کاردان و قاطبه خلایق و مصلحین آن زمان از شر اهل فساد و از گزند ارباب فساد محفوظ و آسوده گردیدند. ما اینجا فهمیدیم فساد یعنی اینکه قدرت رو از دست ارباب گرفتن. فساد لواط و سکس و قرقمیش و تریاک کشی و بادخوری و مس کردن نیست. قدرت رو از دست حاکمیت گرفتن فساده. اگر در نوشته این مورخ دقت کنیم مشاهده می کنیم که وکیل مقصود دیگری نیز از این طرح داشته و می‌خواسته است با این طریق سر کسانی را که ادعای سیاسی داشتند به باده ساده گرم کند و لذت نای و نوش را چنان بر آنان عرضه دارد که از جوش و خروش جز در محفل بزم و در نزد شاهدان و لولیان دور مانند. غرض از تأسیس این خرابات گذشته از جلوگیری از فساد در شهر بند کردن دست و بال این همه مردان سرکش بوده است. خب آنچه که من برای شما نقل کردم جست گریخته، البته این مستلزم یک نقد کامل کتاب آقای عباس امانت هست. گذرا من تاریخ و گزارشی به شما ها دادم در مورد سلسله های تاریخ متأخر ایران مدرن. خب ما برمیگردیم به این که ما الان در سرزمینی هستیم که یک حکومت دارد به نام جمهوری اسلامی با یک طبقه شهری گمنامی که ما اینا رو نمیشناسیم، نمیدونیم ریشه و تبارشون کیه، هیچ کدوم نمیتونه تا جد سوم خودش رو بگه. سوال بزرگی که اینجا ایجاد میشه اینه که نقش جندخانه، ببینید ما در زبانهای خودمان، زبان جافی، اورامی، لکی، لری، ما کلمه‌ای برای فاحشه نداریم. ما در زبان خودمون مثلا یا عشقن داریم یا دلتر داریم. زنی که دوست داره که روابط متعدد جنسی داشته باشه و پولی هم در ازاش نمیگیره. ما سکس پولی نداریم، در زبانمون نداریم. اما همزمان با این زبان یدیش فارسی ما فاحشه، قهبه‌خانه، امردخانه اینها رو داریم برای زندگی های پرطمطراق شهری. حالا سوال اینه که ساکنان این شهرها کیا هستند؟ مردمان این سرزمین، مردمان این سرزمینی که ریشه ندارن، بته ندارن، کس و کار و فامیل ندارن. خب خاطر اینکه اینو بفهمیم برمیگردیم به شهرهای جدید. ببینید شما وارد کرمانشاه که میشید
شما وارد کرمانشاه که میشید، محله های مختلفی در این شهر اختصاص دارد به گروه های مختلف عشیرتی. مثلا شما منطقه دردریش مال اهل حقاست، مسیر نفت مال اهل حقاست، تا اربابی و تا وکیل آقا. شما دولت آباد، فیض آباد و بعد مناطق چاله چاله و 22 بهمن و در اختیار اکثریت جاف هاست. از طوایف مختلفی که هم دیگر رو میشناسن. شما جعفرآباد و رشیدی و جلیلی در ید لک هاست. شما به خاطر اینکه شهرهای جدید رو بفهمید، از قبرستانهاش میفهمید که این شهرهای جدید خیلی از کسانی که در این شهرها تا همین 10-20 سال پیش تا همین حالم که میمیرند در باغ فردوس کرمانشاه دفن نمیشن. ما قبرستان میناباد رو هم داریم، قبرستان ویس قرنی رو هم داریم که با فاصله 20 کیلومتر از شهر کرمانشاه دوره. کسانی که در اونجا میمیرن معمولاً به موطن خودشون برمیگردن، جنازه ها رو میبرن به روستاهای خودشون، به مناطقی که قبلا مال خودشون بوده. حالا سوال اینه، جمعیت شهر شیراز در زمان آقای کریب خان زند کیا بودن؟ اینا اینقدری نبودن که یه مشت لوتی تونستن به زناشون تجاوز بکنن. چطور اینها نتونستن خودشون حمایت کنن؟ گمنام بودن، خانواده های منفرد بودن. کیا بودن که شیراز رو درست کردن؟ چطور یک لوتی جرأت میکرده به دختر بزنه، کسی تجاوز میکرده؟ بعد اینجا مگه پایتخت پادشاه زندیه نبوده؟ مگر این لشکریان و این قدرت و داروغه و شحنی که شما از قدرت پادشاهان ایرانی میگید چه کاره بودن که تو برای دفع شر و شور بایستی فاحشه‌خانه و شیرکشخانه و تریاکخانه درست کنی؟ بعد شما 6000 تا زن فاحشه رامشگر زیباروی قرعتواری برای چقدر مشتری درست کردی؟ 6000 تا حداقل باید روزی 4 تا سکس داشته باشه تا بتونه به صورت حرفه‌ای یه شکمی سیر بکنه. یعنی شما بایستی یه چیزی بوده 30-40 هزار تا مشتری داشته باشی در روز. حالا در زمانی که وسایل پیشگیری نبوده و همه عمل انزال رو در جماع انجام میدادن، فرزندان حرامزاده این فاحشگان کجا میرفتن؟ کیان فرزندان این فاحشگان؟ چطور 300 سال پیش 400 سال پیش در سرزمین ما همین اینترتینمنتی که الان در اروپا هست و دیگران براش دیوانه میشند و میان، بیشترش هم موجوده در این اروپا؟ اینجا مکانی الان برای پسرهای جوان نیست، شیرکشخانه نیست، تریاکخانه نیست. شما در ایران شیعه مذهبی عقب مانده ملا حاکم شده ای که تحریم تنباکو میکند میرزای شیرازی و حکومت فقاهتی، قهوه‌خانه داری، جندخانه داری، امردخانه داری، شیرکشخانه داری، تریاکشخانه داری، چه چیزی دیگری میخواستی داشته باشی؟ با مجالس ترب و نوش و شراب و رقص و دنس و اینا واقعیه؟ خب اگه اینا واقعیه، حالا ما یه تصویر واضحتری از این سرزمین داریم. ما مشاهده کردیم که ایرانیان نیروی دریایی ندارن، کشتی ندارن، بازرگانی هم نمیتونه بکنن. ولی مشاهده کردیم که همین پادشاهان رو، مثلا آقای آنتونی شرلی که میشه آنتونی خان شرلی که در سپاه عثمانی، در سپاه صفوی سربازه، یه انگلیسی میاد میشه سرباز صفوی. بعد نادر افشار 20 تا کشتی میخره و مزدوران پرتغالی هندی میذاره برای نیروی دریاییش.
حالا ما میخوایم این پراکنده گویی ها رو جمع کنیم. بعد ما فهمیدیم تجار هندی ایرانی داریم، بعد ایرانی هایی که آرزو دارن به سرزمین شگفت‌انگیز مهد پول، مثل ایرانی هایی که الان به ژاپن میرفتن حالا میان اروپا برای پول، میرفتن هندوستان. بعد اینا تا قرن 18 گزارشی از ایرانیایی که به هندوستان رفتند رو ندارن. از کوچ هزاران نفری، هزاران خانواری یهودی و مسیحی به این سرزمین میگن، بخصوص مسیحی ها، و درست کردن شهر اصفهان جوباره یهودیه با محله های مسیحی جلفا، کلیسا و کنیسه. حالا شما برمیخورید به این که چرا در شهرهایی مثل کرمانشاه، اهواز، شیراز، تهران، مشهد کلیسا دارید، کنیسه دارید، محله یهودیان دارید، محله ارامنه دارید، فاحشه خانه دارید، عرق فروشی دارید. حالا من میخوام این داستان رو جمعش کنم. باید یکی بیاد به ما گزارش بده که شهرهای ایران چگونه درست شد. شما نمیتونی ادعا بکنی که روابط کوروش کبیر رو میدونی، نمیتونی در مورد شهرهات که پایگاه تمدنی هستن بگی چه چیزی باعث درست شدن این شهرها میشه. کی درست میکنه اینها رو؟ جمعیت این شهرها کیا هستند؟ مردمان بی‌نام. آیا مردمانی هستند از این سرزمین، دارای تبارند در این سرزمین؟ وقت از کدام زوم، خیر، طایفه، عشیره، ایل هستن اینا؟ کیا؟ بی کس و کارن، بی پدر و مادرن. الان شما میفهمی بی پدر و مادر یعنی چه؟ یعنی فرزند جماع فاحشگان. شما باید بگی ساکنان این شهرها کیان که احیانا حافظ و سعدی و اینها از دلشون بیرون میاد؟ کیان اینا؟ این شهرها فاحشه خانه های ایلات اطراف بودن، به اینا میگفتن شهر فاحشه خانه و شیرکش خانه و مشتریاشون هم ایلیاتیا بودن. هر از گاهی پولدار که میشدن میومدن یه حالی میکردن در این فاحشه خانه ها، مثل سیرکای سیار. به همین خاطر هر کی دلش میخواست بیاد این سرزمین رو بگیره میومد در این شهرها که فاحشه خانه بود و اینترتینمنت داشت زندگی میکرد. ببینید اینا سوالهای بنیادیه. سوالهای بنیادیه. شما نمیتونید از این حکومت اسلامی شریعتی فقاهتی حرف بزنید که امروز در قرن 21 جمهوری اسلامیش در آغاز دهه 60 شلاق میزد و حد جاری میکرد. در زمان اوج قدرت شیعه گریشان امردخانه داشتند و همه لواط میکردند، تریاک میکشیدند و شراب میخوردند و قرائتوار میآمدند. خب با این نتایج ما به نظریه خودمون در مورد این تاریخ میرسیم. نمایندگان مسیحیان و تازه استعمارگران به سرزمین ما وارد میشن تا ما رو تبدیل به بازار خود بکنن. برای اینکه ما رو تبدیل به بازار خود بکنن باید مراکز تجمعی بسازن. برای ساختن مراکز تجمعی باید جمعیت کوچ بدن. هندیان، کولی های هندی، پارسی های هندی، جمعیت سیاه پوست، یهودی و مسیحی، اساس اولیه درست کردن مراکز فاحشه‌خانه، شیرکشخانه، تریاکخانه، قهوه‌خانه و امرخانه ها میشن تحت نام پایتخت پادشاهان سلسله های مختلف متأخر: تبریز، مشهد، تهران، شیراز، اصفهان. چطوری برادران اروپایی در سپاهیان شما خدمت میکنن؟ براتون با کشورهای دیگه میجنگن. صاحبان شما نیستند. چطور صاحبان شما نیستند؟ با یک مشت سپاهیان جندباز تریاکی دائم الخمر. اینجاست که شما برمیخورید به این که همین جمعیت فاحشه ابتداعاً
با فرزندان فاحشهشون جمعیت اولیه شهرها رو میسازن. به همین خاطره شما اینا رو بگیر تا 2 جد خودشو نمیتونه بهت بگه. ریشه نداره، بی پدر و مادره، هر جنایتی هم میکنه، تبار نداره، ساکن هیچ جایی نیست، هیچ پیوند عمیق سرزمینی نداره. وارد شدگان به این سرزمینن که با زبان وارداتی هندی یهودی فارسی تبدیل به اغلبیت فارس شدن. مگر غیر از اینه؟ وگرنه شما به من بگو کدام جمعیت شهری بوده که پیوندهای نسبی سببی نداشته که به راحتی به زنانشون تجاوز میکردن، برای دفع تجاوز به زنانشون جندخانه درست میکنن. شما جرأت داری الان در شهر یاسوج، شهر کرد، برو تعرض بکن به یه زنی، ببین فلان ایل شما رو جر میده یا جر نمیده. جرأت میکنی برو کار بکن. شما جرأت میکنی در کرمانشاه برو یه دختر جافو بگی بهش تجاوز بکن تا ببینی جرت میدن یا جرت نمیدن. یه لکو بگیر این کارشو بکن، ببین جرت میدن یا جرت نمیدن. کیان این طبقه شهری؟ کیان؟ ریشه دارن؟ شما اینی که داری میگی یک طبقه شهری بی اصالته، بی فامیله، بی قدرته. پس ریشه در این سرزمین نداره، پس قوم و خویش و فامیل نداره، پس ایل و تبار و قبیله نداره. پس فرزندان این فاحشگان کو؟ فرزندان این فاحشگان کیا هستن؟ حالا شما یواش یواش به جواب سوالاتون میرسید. چطوری برای شما شهرسازی میکنه؟ کی میکنه؟ با فاوند کی میکنه؟ تجارت صفویان چه بود؟ ابریشم، تریاک، تنباکو. تجارت قاجاری چیه؟ ابریشم، زندیه، ابریشم، تریاک، تنباکو. همون توضیحاتی که ما دادیم. چرا اینا اکثرا تریاکی هن؟ همین حالا هم کارشون صادرات تریاکه. تریاکو به کجا صادر میکردن؟ تو مردم رو باش آلوده میکنی، معتاد میکنی، قابل کنترل میکنی به سکس، به شرب خمر، به مواد مخدر. حالا برمیگردیم به عصر جدید جمهوری اسلامی. یه مشت ملا با سیستم فقاهتی شیعه آمدند چه کار بکنند؟ جمعیت بیش از حدی رو که به این شهرها کوچنده بودند چه کار بکنند؟ دچار اعتیاد به سکس، مواد مخدر، ترب، عیاشی تحت نام مبارزه زیر پوستی با جمهوری اسلامی بکنن. اصالتداران این سرزمین، صاحب تباران این سرزمین هم بی این دام افتادن، به دام شیر کشخانه ها، قحبه خانه ها، جندخانه ها افتادن. ملا فاطمه مادر چند تا از مراجع تقلید شیعه است. مراجع تقلیدی که تبار ندارن، معلوم نیست پسر کیان، خراسانیان، بهبهانیان، خمینیان، خامنه‌ایان، رفسنجانی، معلوم نیست بابا ننشون کیه، تبارشون کیه. شما ساکنان اصلی این سرزمین، شما انسان کردی، تبارتو ازت گرفتن، مشتی فاحش زاده کمپانی هند شرقی وارد کرده به این سرزمین. سرزمین رو از شما قاپیدن، قدرت رو از شما قاپیدن، تحت نام حکومت سلسله پادشاهان مادر فاحشه یهودی مسیحی.
شما برید در زبانهای محلیتون بگردید ببینید کلمه فاحشه دارید. شما فحش‌های جاکش و فلانکش و بیسانکش دارید. اینا مال چیه؟ مال مدرنیزمه، مال اینترتینمنت شهریه. چطور در یک جامعه متعصب مردم مورد پذیرشون بوده عملی زیبای لواط و فاحشگی و میخارگی، مردم متعصب مذهبی؟ چطور این مردم متعصب مذهبی سال 57 انقلاب مذهبی میکنند؟ جنده‌بازها، پسربازها، مشروبخوارها، تریاکیها، چطور اینا مذهبی هست؟ با یه نگاه به اطراف خودتون پی میبرید و مورد سوال قرار میدید این شهرها رو کی میسازه؟ چطور ما یهو با پدیده حکومت روبرو میشیم؟ چطور با پدیده اسلام روبرو میشیم؟ تو چطور میتونی جمعیت سنی رو شیعه کنی؟ و این ممکنه ظرف 400 سال گذشته، اما ممکن نیست مایی که هیچ دین انحصاری نداشتیم رو توسط تکیه و خانقها مسلمان کردید. چطور این ممکن نیست اون ممکنه؟ چطور ما در فرهنگمون خدا محمول است و ضروری نیست، خدا رو یک چیزی طبیعی میدانیم و با قدر و سرنوشتش هم در میافتیم؟ همین لورای خودمون عصبانی که میشم خدا رو 1000 تا تجاوز بهش میکنن. چطوری مردمان این سرزمین دینی بودن، مذهبی بودن، شیعه شدن، مسلمان شدن؟ کی افسار این حاکمیت رو در دست داره؟ لشکریان این حکومت مشتی غلام بچه مورد تجاوز واقع شده، مادر مورد تجاوز واقع شده، فرزند زنا بودن. نمیشه پنهان کرد اینها رو، نه؟ چطور کسی در این سرزمین در مورد تاریخ تأسیس این شهر حرف نزده؟ کرمانشاه پایتخت ساسانیان بوده. چه چیزش؟ کو بازارش؟ کو مراکز پیشه سازیش؟ پیشه‌وریش؟ اصفهان شهر در زمان هخامنشیان بوده، بعد ناگهان اسمش جوباره است، اسمش یهودی است، مال یهودی است، بازار یهودی ها داره، محله ارمنی ها داره، کلیسا داره و کلیسا داره. شغل شریفشون هم از عرق فروشی تا جاکشی تا مجالس ترب تا ختنه کردن، شغل شریفشونه از تباران ملا فاطمه. آقای کریم خان زند اسمش کریم خان زند بوده یا کلمبوس زینال بوده؟ چه کاره بوده این؟ این پیمپ بزرگ بوده؟ یعنی جاکش بزرگ بوده آقای کریم خان زند؟ 6000 تا فاحشه آورده. این سرزمین ما رو جمعیتشو با فاحشگان پر کردید، نه؟ تریاکش ها و فاحشه ها و یهودی ها و مسیحی ها بهش حکومت دادید، بعد هی تبار ساختید. صفویان، افشاریان، زندیه، قاجاریه، با این همه تناقض تا مردمان مالکان این سرزمین نفهمند چه اتفاقی براشون افتاده. ساکنان این شهرها کیا بودن؟ خاستگاهشون کجا بوده؟ ضرورت ساختن این شهرها چه چیز بوده؟ چطور در زمان اوج غیرت اسلامی شما لواط می کردید، تریاک مصرف می کردید، مشروب می خوردید، فاحشه حرفه‌ای داشتید، مالیات می دادن؟ شما این سیستم سرمایه‌داری رو تاریخاً با خودتون آوردید. اینا برتافته از دل جامعه. شما انگلیسی هستی، انگلیسی ها شما هستید، ما نمیدونستیم.
این سوال جدیه برای کسانی که خیلی تاریخ بازی میکنند. سوال جدیه که پاسخ بدهند چرا پایتختها عوض میشه و امروز همین پایتختها کلان شهرهای دولت ایرانند: مشهد، شیراز، اصفهان، تهران و تبریز. چرا جمعیت این شهرها رو با فاحشگان میسازند و یهودی ها و ارمنی ها؟ جمعیت فرزندان زنازاده فاحشه‌خانه کجان الان؟ کیان؟ همین دستاندرکاران حکومت جمهوری اسلامی و سلطنت پهلوی بودن؟ همین شماهایی هستید که روشنفکران ایرانی هستید؟ چون نمیتونید تبارتون رو بگیرید ناگهان میرسید به یک ملای بهبهانی که معلوم نیست پسر ملا فاطمه بوده، دختر ملا فاطمه بوده. شما چطور تبار ندارید در این سرزمین؟ مگه میشه در این سرزمین باشی و تبار نداشته باشی؟ شما توسط کشتی‌های کمپانی هند شرقی آورده شدید، از اونجا نرفتید به هندوستان، از هندوستان به اینجا آمدید. تاجران هندی ایرانی نبودید، هند و ایرانی یکیه. همونطوری که خوراکاشون رو آوردید، انواع و اقسام خورشتایی که آوردید. پلوی که مال خودتون نیست، حلیمی که مال خودتون نیست، مال هندی است که اومده تو این سرزمین. چطور از معابد هندیا در اصفهان میگید؟ چطور یه تاجر هندی میاد معبد میسازه در هندوستان، در اصفهان؟ ببینید اینها سوالهای بسیار جدیه، چون اینها تاریخ رو طوری می نویسند که حکومت امروزیشون رو توجیه کنند و ما رو شکل اینها بکنند. مردم ما را از تبار و سرزمینمان انداختند، ما را از این لهتر و نابودتر نمی کنند. فحشا رو همونطوری که در این تاریخ گفتند که حاج ابراهیم خان کلانتر و آقای وکیل الرعایا برای کنترل گردنکشان اینها رو دچار مواد مخدر و سکس و مقاربت و باده‌نوشی کردن، مردمان ما رو هم دچار همین کردن. به همین خاطر مردمان اقلیم کردستان برای فاحشه بازی میان شمال، میرن مشهد، میگن ایران جای خوبیه، خیلی جای باحالیه. پس ما با این مقدمه که انجام دادیم به صورت کنکرت دنبال میکنیم چگونگی برساختن دولت را در سرزمین ما، شهرها را در سرزمین ما و جمعیتی که ما نمیشناسیم و تبدیل به صاحبان سرزمین ما شدند. فاحش زادگان، امردهای امردخانه ها امروز تبدیل به بازوان حاکمیت شدن، مروجان تشیع شدن. همینایی که بعد ملاها از دلشون میاد بیرون. شما در بختیاری در بین ایلات مختلف لر، در بین ایلات مختلف جاف، کلهر یک مرجع تقلید پیدا نمی کنید. این مراجع تقلید اصفهانی، عراقی، یزدی، کاشانی همین فرزندان زنازاده فاحشگان وارداتی هستند. اینجاست که شما با این سوالهای بنیادین روبرو میشید. تبار مردمان شهری از کجاست؟ گمنام بودن، بی رگ و ریشه بودن. ضرورت ساختن این شهرها چه بوده؟ فاحشه‌خانه برای سپاهیان ساختند. شهر بایستی می ساختن تا حکومت می کردن. زنان فاحشه را از کجا وارد می کردن؟ در همین دوران متأخر ما کسی جرئت نمیکنه در محله‌های خودش فاحشگی بکنه. شما 6000 تا فاحشه رو فقط چطور در شیراز جمع کردی؟ از کجا آوردی؟ از بین این مردم گرفتی؟ فاحشه‌های تربیت شده. اینا پاسخ‌هایی است که شماها بایستی بدید. شما مردمی که
از بزرگان خود تهی شدید. شما مردمی که از دانایی‌های خود تهی شدید. شما مردمی که از پرسش‌های پیش پا افتاده زندگی خود غافل شدید. کی این شهرها رو ساخته؟ پادشاهان گردنکش هخامنشی و ساسانی، تمدن عظیم ایرانی، یا این شهرها رو بر فرج و معقد فاحشگان و امردها ساختند برادران یهودی مسیحی برای اینکه سرزمین ما رو تو رو تبدیل به بازار بکنند. در تعریف سرمایه‌داری میگه که سرمایه‌داری یعنی دورانی که شما در کارگاه کالا تولید میکنید برای بازار کشورهای دیگر و مناطق دور دست. میگن سرمایه‌داری. مثلا یکی از تعریفاش، مالکیت ابزار تولیده. و همین خاطر سرمایه‌داری یک تعریف واحد نداره. یکی میگه که سرمایه‌داری روح اصلا، مثل آقای ماکس وبر. ولی ما شاهدیم که سرمایه‌داری ظاهراً در اصفهان و شیراز و اینها ظهور و بروز پیدا میکنه. نه؟ ما از کی مسلمان شدیم؟ از کی شیعه شدیم؟ از کی شریعت اسلامی رو آوردن درمون؟ مگه میشه شما در یک اصفهان خیلی شیعه همه لواطکار باشن و فاحشه باز باشن و تریاکی باشند و اهل می و شراب باشن؟ جامعه ما رو این شکلی کردن امروز. مردم لیتر مشروب بخورن. مردم به فاحشگی کشیده شدن. همه مواد مخدر مصرف میکنن. و همین خاطر آقای آرامش دوستدار در مقاله‌ای به نام فاحشگی نو می نویسه که قبلا به زنان فاحشه میگفتن هر جایی، امروز در زمان جمهوری اسلامی باید گفت همه جایی، همگانی. ادامه میدیم این دیبیت ها رو با متریال های بیشتر. شبتون خوش.